تاجیکستان و روسیه مرکز انتقال معلومات شخصی باز می‌کنند. رئیس جماعت دهاتی سرکشتی ناحیه رودکی برای پاره‌گیری و خرید و فروش غیر قانونی زمین دستگیر شده است. در مسکو 4 دانشجوی تاجیکستانی به اوباشی متهم شدند. در قزاقستان 5 کارمند پلیس را برای شکنجه گمانبران زندان کردند. دوشنبه و مسکو برای افتتاح یک مرکز انتقال معلومات‌های شخصی در نمایندگی فدرالی گذرنامه و روادیدی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان گفت و شنید کردند. در این باره روز دوشنبه معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شهنازه نادری ضمن پاسخ به سؤال خبرگزاری تاس خبر داده است. وزیر گفته که حالا همکاران ما از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه برای ایجاد یک کانال انتقال معلومات برای ارسال معلومات شخصی شهروندان تلاش دارند. به گفته وی کارها برای تأسیس نمایندگی در تاجیکستان که در آن شهروندان جمهوری می توانند حجت‌های کار در روسیه را تهیه کنند، طبق یادداشتی که ماه اکتبر سال 2022 میان وزارت به امضا رسیده بود ادامه دارد. نمایندگی فدرالی گذرنامه و روادیدی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان با دادن حجت‌های مهاجرت، گذرانیدن معاینه طبی، ایزد انگشتان، خدمت‌رسانی اطلاعاتی و مشورتی عاید به واردشوی و بود و باش در روسیه، قبول درخواست‌ها برای به قیدگیری مهاجرت و دادن اجازتنامه کاری مشغول می‌شود. فیلیال‌های این خدمات در برابر شهرهای مسکو و سنت پتربورگ در 57 سوبیکت فدراسیون روسیه موجود هستند. گفتنی است در چهارچوب قراردادهای دوجانبه با برخی از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در خارج روسیه نمایندگی‌های این شرکت باز شده‌اند که در آنها به شهروندان خارجی اجازه کار در روسیه داده می‌شود. رئیس جماعت دهاتی سرکشتی ناحیه رودکی برای پاره‌گیری و خرید و فروش غیر قانونی زمین دستگیر شده است. در این باره آژانس ضد فساد تاجیکستان خبر داده افزود که متهم از یک کار افتاده برای درست کردن حجت‌های زمینی نزد حولگی در مساحت 10 ساتق به صفت پاره 17,000 سامانی طلب کرده است. منبع توضیح داده که رئیس جماعت در 2 حالت 12,000 سامانی را گرفته آوردن مبلغ باقی مانده را طلب کرده است. متهم هنگام از شهروند گرفتن 5,000 سامانی در جای حادثه دستگیر گردیده، مبلغ همچون دلیل شیعی مصادره شده است. تاکید شده است که پرونده علیه دستگیر شده با اتهام پاره‌گیری به دادگاه ارسال شد. نشر این گزارش در حالی است که ماه قبل حکمت الله زاده عبدالغفار از وظیفه معاون یکم پروکورور ژنرالی تاجیکستان آزاد شده رئیس ناحیه رودکی تعیین گردیده بود. تعیین پروکورور سابق دار به وظیفه رئیس ناحیه رودکی در حالی است که قبلا امامعلی رحمان معاملات غیر قانونی به زمین را در این ناحیه از مشکلات جدی ارزیابی کرده بود. گروهی از زادگان تاجیکستان که با جوانان مسکوگی زد و خورد دست جمعی کرده زد و خورد را در نوار ویدیویی ثبت کرده بودند از جانب کارمندان پلیس بازداشت شدند. این جوانان در زد و خورد در شهرهای کشیرسکی یک جوان مسکوگی را به اسفالت خوابانده لگدباران کردند. نشریه امکه می نویسد این جوانان خود را از پامیر گفتند. هرچند جبر دیده با جراحت‌های سبک نجات یافته است، 4 نفر که در زنازنه اشتراک داشتند بازداشت شده‌اند که 2 نفر آنها نابالغ بوده، خردی آنها 16 سال داشته است. ضمناً همه جوانان از عائله‌های آباد بودند. 1 نفر دانشجوی کالج، 3 نفر دانشجوی دانشگاه بودند. در بینشان حتی یک دانشجوی کورس دوم دانشگاه موریایی نزد حکومت فدراسیون روسیه نیز بوده است. حالا جوانان را برای دست داشتن در جنایت‌های همین گونه تفتیش می‌کنند. از جمله شام 11 فوریه در کوچه مرسی که در همین شرایط یک گروهی زاده تاجیکستان 2 نورسی 17 و 16 ساله را لط و کوب کردند که بعداً در بیمارستان بستری شدند. یک شاهدی تصادفی حمله را در تلفن خود ثبت کرده است. مقامات تفتیشاتی بر این است که شاید آن را هم گروهی پامیر اداره می‌کرد. دادگاه شهری تالدقرغان قزاقستان 5 کارمند پلیس را برای شکنجه گمانبران در حادثه‌های ینوری این کشور از 3 تا 4 سال زندان کرد. بخش قزاقی رادیوی آزادی اطلاع داده است که ماموران پلیس در شکنجه 23 گمانبر
عیبدار دانسته شده‌اند. ایدین کنژبویف و ژانباکت نورتازا 4 سالی، سپرمورد توکتاش 3.5 سال، ارمیو ژوماشف و الماس بوکانوف 3 سالی از آزادی محروم شدند. آنها همچنین به مهلت 3 سال حق ندارند در مقامات حفظ حقوق کار کنند. قبلا دادستان کل قزاقستان گفته بود که 9 مأمور انتظامی را با گمان استفاده اصولهای غیر قابل قبول تفتیشاتی از جمله شکنجه بازداشت شده ها با درزمال دستگیر کرده است. این نهاد ماه فوریه سال گذشته خبر داده بود که در رابطه به حادثه های ماه ینور قزاقستان 363 شکایت عاید به اصولهای غیر قابل قبول تفتیشات و شکنجه بازداشت شده ها وارد گردیده است. در حادثه های ماه ینور هزاران کس در قزاقستان بازداشت و صدها تن با گمان تروریسم، اشتراک در بینظمی های عمومی، دزدی اسلحه و دیگر جنایت ها به حبس گرفته شدند. بسیاری بازداشت شده ها از شکنجه شدن در مقامات انتظامی آن کشور خبر می دهند.